یعنی تو بهره میگیری. حتی نگرید حتی ساکت باشد که تو چی هم به شافعی رحمه الله نزد مالک به اومد، مالک قبول نکرد، رفت تو چی مکه، یعنی مدینه تابع مکه، یعنی زمان اینها زمانی که اینده عباسیون ده، والی مکه برفته شفاعت گرفت، والی مکه والی مدینه بنویست که نزد مالک برفته خودت شخصی روی یعنی چه شافعیه چی کند قبول کند. یعنی شفاعت والی مکه که باورد والی مدینه باورد. والی مدینه میبیند یعنی این والی مدینه کارگری والی مکه، مکه یک یعنی چی و یکی از شهرهایی که تابع چی میشه مکه، نزد مالک با اومد والی مدینه همراهی رساله والی مکه عباسی از خلافه. مالک شافعی با گفت که اگر گفت از خلیفه خودش رفته بغداد از خلیفه خودش شفاعت بیاری که من توی چی قبول نمیکنم. سون شافعی رحمه الله گفت که نزد عتبه باب مالک به استاد گفت که یک لحظه گوش کن. گفت من چی میگوی؟ گفت موطع خوند، از یاد خوند یک چند حدیثای. سون مالک استاد گفت که من گفت توی نه والی مدینه نگشته، نه برای این شده میگفت، نه برای رساله ای که از والی مکه آورد برای این نگفت، برای علم شده تو من گفتم اینجا. لیکن گفت من به نزدیک نشف، جایی که جای افته اینجا بشین، برای که تو دیر اومده این جایی که چه جای افته اینجا اومده شین. یعنی الان خیلی شافعی رحمت الله علیه یعنی چی کرد؟ یعنی مالک به یعنی نزدیک شده خیلی چی طلب علم سر کرد. یعنی برای که شافعی سال تولدش 150 مالک 179 یعنی هم وقتی وفات شدن 29 سال حال خرد بود. یعنی شافعی رحمه الله همین خیلی سونه چی و یک سالنده موطع یعنی امام به از نزدیکترین چی ها شد، یعنی نزدیکترین یعنی چی شد، یعنی شاگرداش شد. یعنی مالک امام به سونه یک سال هم موطع گرفت. سون مالک گفت که خلاص، گفت عراقی یعنی شافعی از عراق بود، نه گفت گرفتی برای چی عراق نمیگردی؟ بیا گفت که من گفت از تو چی علم گرفتم. گفت انا اکنون 2 سال سمت چی میگیرم؟ گفت از آداب اخلاق تعلیم میگیرم. گفت فهمید؟ نه